السلام علیکم. مانده نشین در ویدیوهای یوتیوبرای مثلا خرد ریزه ولی فرق نمیکنه. همین گزینه سابسکرایب ما چطور در ویدیوهای ما اضافه کنیم؟ در ویدیوهای دیگر ها حتما دیده باشید. بیاین در قسمت یوتیوب دوستان در اینجا نوشته کنین سابسکرایب گرین اسکرین. ویدیوهای خیلی زیادی هست، از اینجا یک دانه رو شما انتخاب کنین، فرق نمیکنه یکی رو انتخاب کنین، رنگ است. یکی از یار شما انتخاب کنین، هیچ مشکل نداره. در اینجا شما ایرا میتونین اسکرین ریکارد کنین. در اینجا ما که ریکارد کرده رایستم میتونین ایرا ریکارد کنین، میتونین دانلود کنین. خب حالا فرض کنین ما ویدیو را گرفتیم، بیاین در قسمت کاین ماستر. حالا اگر شما کاین ماستر دارین، اگر از کاین ماستر استفاده میکنین، شما بیاین کاین ماستر را در اینجا باز کنین. ویدیو را گرفتین، در هر قسمت ویدیو اگر شما گفتین لطفا چینل ما رو سابسکرایب کنید، در اونجا شما استاپ کنین اینمی ویدیو را. مثلا در یک قسمت ما گفتم لطفا چینل ما را سابسکرایب کنید. وقتی در یک قسمت استاپ کردین در اینجا کلیک کنین. در اینجا که کلیک کردین در یک قسمت کلیک کنین، میدیوم کلیک کنین و در یک قسمت کلیک کردین سر ویدیو بیاین، سر ویدیو کلیک کردین در یک قسمت کلیک کنین، آل کلیک کنین. در اینجا شما امو گرین اسکرین پیدا کنین. در اینجا ما قبلا داشته میره از خودم، گشته در روی صفحه تیک کنین و گشته سر از گرین اسکرین کلیک کنین. در اینجا خرد یا کلان هر رقم که شما خواسته باشین. ما در یک قسمت ویدیو را ادجست میکنم و در بغل سعی کنین یک صفحه تنظیمات براتون باز شده. تنظیمات هم تو کش کنین. در اینجا سعی کنین در این قسمت میبینین که یک گزینه هست، سر از گزینه کلیک کنین. سر از گزینه کلیک کردین در این بالا ایرا فعال سازین. ایرا که فعال ساختین میبینین بوم کاملا گرین اسکرین غایب شد. حالا ایرا شما میتونین خرد کنین، میتونین کلان کنین. در نظر من همه قدر بهتر است و از اینجا ایرا ما پلی میکنیم. پس میبینین در اینجا لطفا ویدیوی ما را لایک کنین، چینل ما را سابسکرایب کنین، آیکن زنگ آل بسازید. شما در یک قسمت اتر میگین و ایرا شما باید در اینجا فیکس کنین. فراموشتان نشه که دوستا ایرا در هر ویدیویتون، مثلا در اول ویدیو که میگین سابسکرایب کنین، در بین ویدیو یا وسط ویدیو حتما بندازین و در آخر ویدیو، چون بیننده فراموش میکنه که چینل شما رو سابسکرایب کنه، ویدیو شما رو سعی میکنه. شما آنقدر ویدیو لوکس جور میکنین، آنقدر مزه‌دار، بیننده کاملا فراموش میکنه که تا چینل شما رو لایک کنه و سابسکرایب کنه. به خاطر از این همیشه یادآور شین برای بیننده یا کسایی که ویدیوهای شما رو سعی میکنن، شما برش بگوین که ویدیو ما رو لایک کنین و چینل ما رو سابسکرایب کنین. در داخل ویدیوهایتون از طریق کاین ماستر میتونین این گزینه یا آیکن سابسکرایب در این ترتیب اضافه کنین که من خواستم با شما ایرا شریک بسازم و این خیلی مهم است.